برنامه عزیزان که خبرهای مهم شنیدنی هستند و خبرهای داخل و خارج تاجیکستان و روسیه و دیگر. خب همچنین بخش‌هایی که دائمی هستند در برنامه فرهنگی زیاد هستند، خبر مو شما این بخش‌های داوری را درخواستی خبرهای گزارش‌های تحقیقاتی و مورد بخش سخنرانی قرار می‌دهیم. امروز چون همیشگی به نفرهای مهم شنیدنی در بخش سوال جواب غالب می‌براید داخل و خارج تاجیکستان و روسیه و مبلغ معینی که هست. خب همچنین بخش‌هایی که دائمی هستند برنامه را با زیاد هستند خبر مو شما بخش‌های داوری را درخواستی خبرهای گزارش‌های تحقیقاتی و محبت شروع می‌کنیم سخنرانی قرار می‌دهیم. چون همیشگی به نفرهای مهم شنیدنی در بخش سوال جواب غالب می‌براید داخل روسیه مبلغ معینی که هست. خب همچنین بخش‌هایی که دائمی هستند برنامه را با زیاد هستند خبر مو شما بخش‌های داوری را درخواستی خبرهای گزارش‌های تحقیقاتی و محبت شروع می‌کنیم سخنرانی قرار می‌دهیم. چون همیشگی به نفرهای مهم شنیدنی در بخش سوال جواب غالب می‌براید داخل روسیه مبلغ معینی که هست. خب همچنین بخش‌هایی که دائمی هستند برنامه را زیاد هستند خبر مو شما بخش‌های داوری را درخواستی خبرهای گزارش‌های تحقیقاتی در بخش سوال جواب غالب می‌براید داخل روسیه مبلغ معینی که هست. Boy, you know that I love you, I can't get you off my mind. And this love is supposed to stay alive forever in heart. Dil براتش عشق میشود به دلم برپا وقتی یاد منایی در سکوتی نیمه شبها. Boy, you know that I love you, I can't get you off my mind. And this love is supposed to stay alive forever in heart. دل براتش عشق میشود به دلم برپا وقتی یاد منایی در سکوت نیمه شبها. आजा तू जानिया कैसी ये दुनिया दिल को चुरा के मेरा अपना बना दिया. आजा तू जानिया कैसी ये दुनिया दिल को चुरा के मेरा अपना बना दिया. It's like that we meant to be each other's destiny. The day I saw you I knew that you would come this close to me. To stay away from you now seems so impossible. I too wanna come closer but there's unseeable. Hey, tu خواب خیالی یا حبیبی خوشنما. Hey, tu شای جهانی یا حبیبی روح روانی. Hey, tu خواب خیالی یا حبیبی خوشنما. Hey, tu شای جهانی یا حبیبی روح روانی. Hey, tu خواب خیالی یا حبیبی خوشنما. یا حبیبی خسته نباشید عزیزان دل. بار دیگر درودی پر از مهر و محبت را نثارتون میکنم و ادامه برنامه فرهنگی فراغتی مو شما. برنامه را تازه شروع کرده ایم. من میگم که بر شما از رود سربخش زرفشان سلام، از صفای چشم ساران بدخشان سلام، از خجند باستان و ملک ختلان سلام، از تمام تاجیکان و
تاجیکستان سلام. بار دیگر سلامی انمون با محبت ما نثارتان بود نفرانی که صدای ما را الحال میشنوید. مستقیما دوستان عزیز برنامه مستقیم مو شماست روی موج رادیو موجیر، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، نکلاسنیکی طریق نواری لایف تماشا کرده میتوانید ما را. میگویند که عزیزان هر روز زی خود بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمتی به مردم کرده. همیشه با انمین جمله ها باید خود را با انمین مصرع ها باید خود را طرز نمونه بنداریم که به دیگران نیز درس باشیم. عزیزان دل، همیشه باید عمل نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک در کارمون، در عملمون، در زبانمون باشد. دوستان ها میگویند که دوستان جانی می شود، نانی می شود و زبانی. خدا کند که دوستان شما از آنمان دوستان جانی باشد، دوستانی باشد که در حقیقت با مهر و صفا و صداقت باشد، دوست باشد که دست دوست خود را در همه لحظه تواند که گیرد. شرط نیست، مهم نیست که دوست حتما که با یگان از یگان جهت اقتصادی به تو کمک کند. نه، این مهم نیست. دوست باشد که هر لحظه در کنارت باشد، هر لحظه از حال و زندگیت با خبر باشد و دوست باشد که دوست جانی. انا این رو دوست جانی میگن. خدا کند که نصیب شما هر یک شما نزنم این گونه دوستان جانی و دوستان قابل شنیدنی باشد. گفتند که عزیزان چون بیشتر از مهر و وفا اگر سخن بگویی دوستان نیز بیشتر زیادتر میکردند. دوستانی که با مهر و وفا و صمیمیت. من نیز به همه شما همین گونه دوستان جانی رو تمنا دارم. خب دوستان من، ساعت در مسکو 14:09 است و برنامه مستقیم مو شما رو روی موج رادیوی موجیر شنیده استودید. اینجا استودیو مرکزی رادیو موجیر است، مسکو است عزیزان. سرود شما میتوانید عزیزان سرودهایی که به دلتان پسند است درخواست کنید، تبریکات ها بفرستید، شادباشی ها بگویید، نزدیکان و پیوندان خود را، همه آن دوستان خود را میتوانید طریق برنامه ما سلام و درود بفرستید و این را به شما امکان دادند. رادیو موجیر تلفن ها برای تماس فعال است. 8965 151 0410 8967 111 56 46. میتوانید مستقیما زنگ بزنید و اون درخواستایی که میشود از جانب شما اون رو برآورده میسازیم. سرودهایی که از جانب شما پیشنهاد میگردد ما حتما پخش میکنیم و یک جا میشنویم و فراغت میکنیم. چون برنامه مستقیمی فرهنگی فراغت است، لیکن در بعضا موضوعی رو که رسانه‌های خبری نشر میکنند آنها رو نیز حتما یادآور میشویم، یعنی که کوتاه درباره آنها صحبت میکنیم اون خبر و گزارش هایی که پخش میگردد و از وضع جهان آگاه میشویم. آگاه شدن از وضع جهان نیز خوبتر است از ندانستن، دانستن خوبتر است میگویند. من یک سرود دیگر پخش میکنم، بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. ما رو همراهی نکنید، پخش مستقیم است روی موج رادیو موجیر. بغلستانه الان اشکن گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی بغلستان به ما نروی بغلستانه الان اشکن گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی بغلستان به ما نروی
بگلیسان خسته نباشید عزیزان دل، بار دیگر درودی پر از مهر و محبت را سراتون میکنم و ادامه برنامه فرهنگی فراغتی مو شومو برنامه را تازه شروع کردیم. من میگم که بر شما از رود سربخش زرفشان سلام، از صفای چشمساران بدخشان سلام، از خوجند باستان و ملک ختلان سلام، از تمام تاجیکان و تاجیکستان سلام. بار دیگر سلامی با محبتمون نثارتان بود نفرانی که صدای ما را الحال میشنوید. مستقیما دوستان عزیز، برنامه مستقیم مو شماست روی موجی رادیو موجیر، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، نکلاسنیکی طریق نواری لایف تماشا کرده میتوانید ما را. میگویند که عزیزان هر روز زی خود بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمت به مردم کرده. همیشه با انامین جمله ها باید خود را با انامین مصرع ها باید خود را طرز نمونه بنداریم که به دیگران نیز درس باشیم. عزیزان دل، همیشه باید عمل نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک در کارمون، در عملمون، در زبانمون باشد. دوستان ها میگویند که دوستان جانی می شود، نانی می شود و زبانی. خدا کند که دوستان شما از آنمان دوستان جانی باشد، دوستانی باشد که در حقیقت با مهر و صفا و صداقت باشد، دوست باشد که دست دوست خود را در همه لحظه تواند که گیرد. شرط نیست، مهم نیست که دوست حتما که با یگان از یگان جهت اقتصادی به تو کمک کند. نه، این مهم نیست. دوست باشد که هر لحظه در کنارت باشد، هر لحظه از حال و زندگیت با خبر باشد و دوست باشد که دوست جانی. انا این رو دوست جانی میگن. خدا کند که نصیب شما هر یک شما نزنم میگن دوستان جانی و دوستان قابل شنیدنی باشد. گفتند که عزیزان چون بیشتر از مهر و وفا اگر سخن بگویی
دوستان نیز بیشتر زیادتر میکردند، دوستانی که با مهر و با وفا و صمیمیت. من نیز به همه شما همین گونه دوستان جانی رو تمنا دارم. خب دوستان من، ساعت در مسکو 14:09 است و برنامه مستقیم مو شما رو روی موج رادیوی موجر شنیده استودید. اینجا استودیوی مرکزی رادیوی موجر است، مسکو است عزیزان. سرود شما می توانید عزیزان سرودهایی که به دلتان پسند است درخواست کنید، تبریکات ها بفرستید، شادباشی ها بگویید، نزدیکان و پیوندان خود را، همه اون دوستان خود را می توانید طریق برنامه ما سلام و درود بفرستید و این را به شما امکان داده اند. رادیو موجر تلفن ها برای تماس فعال است 8965 151 0410 8967 111 56 46. می توانید مستقیما زنگ بزنید و اون درخواستایی که می شود از جانب شما اون رو برآورده می سازیم. سرودهایی که از جانب شما پیشنهاد می گردد ما حتما پخش می کنیم و یک جا می شنویم و فراغت می کنیم، چون برنامه مستقیمی فرهنگی فراغت است، لیکن در بعضا موضوعی رو که رسانه‌های خبری نشر می کنند آنها رو نیز حتما یادآور می شویم، یعنی که کوتاه درباره آنها صحبت میکنیم اون خبر و گزارش هایی که پخش میگردد و از وضع جهان آگاه میشویم. آگاه شدن از وضع جهان نیست خوبتر است از ندانستن، دانستن خوبتر است میگویند. من یک سرود دیگر پخش میکنم، بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. ما رو همراهی نکنید، پخش مستقیم است روی موج رادیو موجر. بغلیستانه الان اشکن گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی بغلیستان، به ما نروی بغلیستانه الان اشکن گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی بغلیستان، به ما نروی بغلیستان. گوشی رو میگیرید و زنگ میزنید و استودیوی مرکزی رادیو موجر و دوستان خود سلام درود میفرستید. این که طریق SMS های مطلوب در شبکه‌های در مسنجرهای وایبر و واتساپ ما با شما 151 0410
میرب جانه منم قربانیان تشی نداره اصلا باشد عزیزان دل بار دیگر درود پر از مهر و محبت رو سراتون میکنم و ادامه برنامه فرهنگی فراغتی مو شما برنامه را تازه شروع کردیم. من میگم که بر شما از رود سربخش زرفشان سلام، از صفای چشم ساران بدخشان سلام، از خجند باستان و ملک ختلان سلام، از تمام تاجیکان و تاجیکستان سلام. بار دیگر سلامی با محبت ما نشارتان بود نفرانی که صدای ما را الحال میشنوید مستقیما. دوستان عزیز برنامه مستقیم مو شماست روی موج رادیو موجیر، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، одноклассники طریق نواری لایف تماشا کرده میتوانید ما را. میگویند که عزیزان هر روز زی خود بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمتی با مردم کرده. همیشه با انامین جمله ها باید خود را با انامین مصرع ها باید خود را طرز نمونه بنداریم که با دیگران نیز درس باشیم. عزیزان دل همیشه باید عمل نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک در کارمون، در عملمون، در زبانمون باشد. دوستان ها میگویند که دوستان جانی می شود، نانی می شود و زبانی. خدا کند که دوستان شما از آنمان دوستان جانی باشد، دوستانی باشد که در حقیقت با مهر و صفا و صداقت باشد، دوست باشد که دست دوست خود را در همه لحظه تواند که گیرد. شرط نیست، مهم نیست که دوست حتما که با یگان از یگان جهت اقتصادی به تو کمک کند. نه، این مهم نیست. دوست باشد که هر لحظه در کنارت باشد، هر لحظه از حال و زندگیت با خبر باشد و دوست باشد که دوست جانی. انا این رو دوست جانی میگن. خدا کند که نصیب شما هر یک شما نزنم این گونه دوستان جانی و دوستان قابل شنیدنی باشد. گفتند که عزیزان چون بیشتر از مهر و وفا اگر سخن بگویی دوستان نیز بیشتر زیادتر میکردند، دوستانی که با مهر و با وفا و صمیمیت. من نیز به همه شما همین گونه دوستان جانی رو تمنا دارم. خب دوستان من، ساعت در مسکو 14:09 است و برنامه مستقیم مو شما رو روی موج رادیوی موجیر شنیده استودید. اینجا استودیو مرکزی رادیو موجیر است، مسکو است عزیزان. سرود شما میتوانید عزیزان سرودهایی که به دلتان پسند است درخواست کنید، تبریکات ها بفرستید، شادباشی ها بگویید، نزدیکان و پیوندان خود را، همه آن دوستان خود را میتوانید طریق برنامه ما سلام و درود بفرستید و این را به شما امکان دادند. رادیو موجیر تلفن ها برای تماس فعال است 8965 151 0410 8967 111 56 46. میتوانید مستقیما زنگ بزنید و اون درخواستایی که می شود از جانب شما اون رو برآورده می سازیم. سرودهایی که از جانب شما پیشنهاد می گردد ما حتما پخش میکنیم و یک جا میشنویم و فراغت میکنیم، چون برنامه مستقیمی فرهنگی فراغت است. لیکن در بعضا موضوعی رو که رسانه‌های خبری نشر میکنند آنها رو نیز حتما یادآور میشویم، یعنی که کوتاه درباره آنها نیز صحبت میکنیم اون خبر و گزارش هایی که پخش میگردد و از وضع جهان آگاه میشویم. آگاه شدن از وضع جهان نیز خوبتر است از ندانستن، دانستن خوبتر است میگویند. من یک سرود دیگر پخش میکنم، بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. ما رو همراهی نکنید، پخش مستقیم است روی موج رادیو موجیر. بغلیستانه
الانش کنگل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستانه الانش کنگل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستان خب صدای ما رو مستقیما بشنوید و ما قربانی دو چشمی سرمزه و جانه با دیلم برقدی سر بدبنده باشد جانه گوشی رو میگیرید و زنگ میزنید و دوستی در مرکز رادیو موجیر و دوستان خود سلام درود میفرستید که طریق SMS ما در شبکه‌های در مسنجرهای وایبر و واتساپ ما با شماره‌های یک صد و پنجاه و یک سی و چهار ده هشت نصد و شست تو شای جهانی یا حبیبی روح روانی تو خواب خیالی یا حبیبی خوش یا الله شهیدان حبیبی که بشو یک دنبال یا حبیبی میرف جانه منم قربانیان تشی نده اصلا باشید عزیزان دل بار دیگر درود توی پر از مهر و محبت به سراتون میکنم و ادامه برنامه فرهنگی کراوتی ما شما برنامه را تازه شروع کردیم. من میگم که بر شما از رود سربخش زرفشان سلام، از صفای چشمساران بدخشان سلام، از خجند باستان و ملک ختلان سلام، از تمام تاجیکان و تاجیکستان سلام.